چه کسانی از اطلاعات و نتایج حسابداری استفاده میکنن؟ گروه اول استفاده کنندگان درون سازمانی، گروه دوم استفاده کنندگان برون سازمانی. استفاده کنندگان درون سازمانی به افرادی گفته میشه که درون سازمان فعالیت میکنن، مثل هیئت مدیره، مدیرعامل، مدیران اجرایی و غیره. استفاده کنندگان برون سازمانی به افرادی گفته میشه که درون سازمان فعالیت ندارن. ولی حواستون باشه این که میگیم درون سازمان فعالیت ندارن به منظور این نیست که تو مجموعه نباشن. تو مجموعه هستن، جزء افرادی هستن که ما باهاشون داریم فعالیت میکنیم، ولی جزء مدیرا و هیئت مدیره و ذی‌نفعان مجموعه نمیشن. مثل سرمایه گذاران، اعطا کنندگان وام و اعتبار و سایر تسهیلات بانکی، فروشندگان کالاها و خدمات یا همون تامین کنندگان، مشتریان، کارمندان و دولت.